در ایران علیرغم درخواست نهادهای بین المللی مربوط به حقوق بشر و برخی از دولت‌های اروپایی، احسان فتاحیان جوان کرد ایرانی سحرگاه چهارشنبه در سنندج اعدام شد. همزمان گزارش‌های گوناگونی خبر از ادامه تظاهرات اعتراضی دانشجویان ایران در برخی از دانشگاه‌های کشور می‌دهند. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد چالش خیابانی مخالفان در ایران رو به اوج دارد. نیویورک تایمز می‌افزاید این چالش از مخالفت با محمود احمدی نژاد فراتر رفته و به مرحله مخالفت با مجموعه رژیم رسیده است. در عرصه خارجی هرچند منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هر گونه کمک رسانی تهران به شیعیان یمن را تکذیب کرده است، اما روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد حمایت تهران از شورشیان در یمن تنش‌های رو به گسترشی را در روابط عربستان و ایران پدید آورده است. آن سوتر خبرگزاری رویتر گزارش می‌دهد که آمریکا می‌گوید ایران برای حزب الله لبنان اسلحه می‌فرستد. کمتر از 2 هفته پیش با متوقف ساختن یک کشتی در آبهای مدیترانه اسرائیل اعلام کرد که این کشتی حامل سلاح ارسالی ایران برای حزب الله لبنان بوده است و در بیروت دولت ائتلاف ملی لبنان نخستین جلسه خود را برگزار کرد. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. آقای مهرداد خانساری همونطور که می‌بینید، آقای خانساری عضو مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن در سفری به واشنگتن در استودیو با من و شما هستند. آقای علیرضا نوریزاده در سفری در خاورمیانه به سر میبرند و امیدواریم ارتباط تصویری ما با کیفیت نسبتاً خوب با ایشان برقرار باشد در خلال برنامه. همچنین با آقای عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کمولای کردستان ایران نیز گفتگوی کوتاه خواهیم داشت درباره به دار رفتن احسان فتاحیان جوان کرد ایرانی. تا لحظاتی دیگر. خب ابتدا به اتفاق مهمانان به لندن میریم. سلام میگیم به آقای عبدالله مهتدی. سلام به شما آقای چالنگی و درود به مهمانان گرامیتون. آقای مهتدی، احسان به دار آویخته شد. حکم عادلانه‌ای بود و چرا 10 سال زندان ایشون به اعدام تبدیل شد؟ چه هدفی هست پشت این اعدام؟ عضو سابق کموله بود نیست احسان؟ بله همینطور بود، تا 2 سال پیش با ما بود، بعداً جدا شد و این حادثه برشون پیش اومد. من اجازه بدید قبل از هر چیزی تسلیت‌های عمیق خودم رو به خانواده ایشون و بستگانش و همه دوستانش عرض بکنم. نخیر، این اعدام به هیچ وجه عادلانه نبوده، برای اینکه دادگاه درست و حسابی برای ایشون و برای هیچ کدوم از متهمان در واقع تشکیل نمیشه. این اعدام بیشتر دلیل سیاسی داره و برای زهرچشم گرفتن از مردم کردستانه و حتما همونطور که اطلاع دارید الان بیش از 10 نفر دیگه در کردستان در واقع پای چوبه دار هستند و واقعا یک تلاش داخلی و بین المللی خیلی فراوانی میخواد برای نجات جان اینها. من فکر میکنم بجز این مسئله زهرچشم گرفتن و برخورد امنیتی و خشنی که سالهای سال هست مقامات جمهوری اسلامی با مردم کردستان میکنن، هیچ دلیل دیگه‌ای برای این نمیشه جستجو کرد. احسان به دار آویخته شد. آقای میبخشید، احسان به دار آویخته شد. پرسش من اینه، الان شما میتونید در برابر دوربین بگید، تایید کنید یا تکذیب یا واقعیت رو ما از شما طلب میکنیم، کسی رو کشته بود؟ فکر نمی کنم. خیر. چی فکر نمی کنم. چی میخواست؟
مطالباتش. ببینید احسان مثل خیلی از جوانان دیگه کردستان از ستم و تبعیضاتی که نسبت به مردم کردستان روا داشته میشه ناراحت شده بود و این احساسی عمومی، یعنی احساس ستم دیدگی، احساس فشارهایی که مردم کردستان میکنن احساسی عمومی. گذشته از این که ما میدونیم استبداد در تمام ایران واقعا به مرحله غیر قابل تحملی رسیده بر مردم، به خصوص نسل جوان، ولی این مسئله در مورد کردستان قدمت بیشتری هم داره و این موضوع باعث میشه که مردم کردستان و جوانان کردستان به صفوف احزاب مختلف بپیوندند یا به طور مستقل حتی در نهادهای مختلف به شکلهای مختلف وارد مبارزه سیاسی و فرهنگی بشن و جز احقاق حقشون واقعا هیچ خواست دیگه، خواستی که از نقطه نظر حقوق بشر و از نقطه نظر موازین دموکراسی غیر قابل قبول باشه نداشتن اینا. خب شما به طور مختصر یعنی تیتروار میتونید بفرمایید که حزب کموله کردستان ایران چی میخواد؟ خواستار چی هست؟ احسان چی میخواست؟ آیا خواستار جدایی کردستان ایران بود؟ نه خیر، به هیچ وجه. هیچ کدوم از احزاب اصلی کردستان و به طور مشخص حزب کموله کردستان خواهان جدایی کردستان نبودند و نیستند و همچین چیزی تو برنامهشون وجود نداره. ما خواهان یک ایران دموکراتیک و سکولار و فدرال هستیم و معتقدیم قومیت‌ها یا ملیت‌های ایرانی از جمله کردها در این چارچوب حقوقشون رو میتونن کسب بکنن. حتی راه‌های خشونت آمیز رو هم با وجود اینکه خشونت رو در اساس این جمهوری اسلامی هست که توی کردستان اجرا میکنه و عملی میکنه و 30 سال در واقع داره پیشو میگیره، با این وصف به هیچ وجه نه مردم کردستان و نه حزب کموله خواستار خشونت نیستن، بلکه راه‌های سیاسی و مدنی و فرهنگی و راه‌هایی رو که قابل قبول باشه برای جنبش دموکراسی خواهی در کل ایران و جهان تعقیب میکنند و همه مردم کردستان هم احساس همبستگی عمیقی میکنند با جنبش آزادی خواهانه‌ای که در چند ماه اخیر در سرتاسر ایران جریان داره و تعدادی از دانشجویان و مردم کردستان در صحنه‌های مختلف این مبارزه جانشون رو توی ماهای اخیر از دست دادند. بنابراین خیر، اینها بیشتر تبلیغاتی است که جمهوری اسلامی برای محق جلوه دادن سرکوب خشنی که توی کردستان میکنه عنوان میکنه و به هیچ وجه صحت نداره. خب شما اشاره کردید که فکر نمی کنم که احسان کسی رو کشته باشه، ولی در این حال دادگاه هم مدارک ارائه نداد و شاکی خصوصی هم ظاهرا به قوتی که شاکی خصوصی میتونه تقاضای اعدام کنه وجود نداشت در مورد احسان فتاحیان که مرتکب قتلی شده باشه یا جرمی در حد مجازات‌های معمول در جمهوری اسلامی ایران. ببینید اگر ایشون مرتکب قتل شده بود که بگذریم از اینکه تازه در اون شرایط هم من مخالف مجازات اعدامم، ولی اگر مرتکب قتل شده بود در دادگاه اولیه به 10 سال زندان محکوم نمیشد. خود احسان تعلقات سیاسیش رو میپذیره، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و کار آگاهگری و صحبتش رو در این مورد میپذیره، ولی به هیچ عنوان رفتن زیر بار قتل و یا سایر موارد دیگه خشونت رو نپذیرفته و به 10 سالم محکوم شد و فقط بعد از اون بود که در دادگاه تجدید نظر به نظر من تحت فشارهای سیاسی عرض کردم برای به خیال خودشون زهرچشم گرفتن از مردم کردستان حکمشو از 10 سال به اعدام بالا بردن و اگر یک دادگاه واقعا صالح و علنی مطابق موازین درست قضایی
برای ایشون برقرار بشه، اگر دولت جمهوری اسلامی مدارکی داره میتونه اونجا عنوان بکنه. ولی نه، فکر نمی کنم هیچ کدوم از اینا وجود نداره در واقع. آقای عبدالله مهتدی، سپاسگزاریم که با ما بودید. با سپاس بسیار، امیدواریم در برنامه‌های آینده باز هم با ما باشید و به طور مفصل درباره خبرهای روز در ارتباط با کردستان و سراسر ایران با شما گفتگو داشته باشیم. سپاسگزارم. مرسی، با تشکر از شما.